بله، این یک خلاصه بود از آنچه که هفته گذشته آیت الله تحریری عزیز فرمودن و استفاده کردیم. اجازه بدید خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض خواهم کرد. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. خوشحالم از دیدارتون. رحمت الله و برکاته. من در خدمتتون هستم. خوشوقتیم که در خدمتتون، در خدمت بینندگان عزیز هستید. محبت دارید. ما هم خیلی خوشحالیم. پیامک‌های مردم هم این مؤید این قضیه هست. کلی پیامک دریافت کردیم. تقدیر و تشکر از آقای حسین زاده بابت دعوت از شما و تشکر از شما بابت قبول زحمت و قبول دعوتتون. به هر حال وظیفه است، اگر بتونیم خوب ادا بکنیم مورد پذیرش خدای متعال. محبت دارید. مخلص اهل بیت قرار بگیرید. سلامت باشید. ما یه خلاصه 1 دقیقه‌ای دیدیم، ولی فکر می‌کنم که بد نباشه یه مقدار تمرکزمون بیشتر باشه روی بحث هفته گذشته. اگر نکاتی باقی مونده بفرمایید و بعد وارد بحث جدید بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم فکیف کان نکیر. بحث ما در مباحث اخلاقی به اینجا رسید که عرض کردیم در جلسات گذشته به جهت جامعیت و کامل بودن معارف دین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام ما ملاحظه می‌کنیم در قدم به قدم فعالیت‌های انسان هم وظایف حقوقی برای ما معین شده و هم وظایف اخلاقی که خب وظایف حقوقی شاخصش این است که یک ضمانتی داره در جامعه، در همه جوامع به هر حال هست که اگر این ارتباطات اون وظایف بهش اهمیت داده نشه و نادیده گرفته بشه یه توابعی داره، یه به هر حال مؤاخذه های اجتماعی دستگاه قضایی و امثال اینها دارن. اسلام هم همین اینها رو داره. یه مسائل اخلاقی هم در این حال تعریف شده که در مکاتب دیگر ما اینطور نمیبینیم، که خاصاً در این حالی که انسان باید حق طلبی داشته باشه، باید دفاع از حق بکنه. حالا نوعاً دفاع از حق دیگران بیشتر سفارش شده ایم. از حق شخصی خود فرمودن یه صفات دیگری هم هست که انسان اگر اونها رو به هر حال مراعات بکنه به کمالات نفسانی میرسه، اما حال ابایی نداره که شخص اگر واقعا در روابط اقتصادی مخصوصا یا در روابط به هر حال اجتماعی و اینها یه حقوقی داره و برش شرع مقدس و عرف معین کرده اون رو به هر حال طلب بکنه. این مسائل اخلاقی کیفیت طلب کردنه که اون صفات نفسانی رو دلالت میکنه که انسان در هر مرحله ای اون صفات مناسب رو ظهور بده و این بسیار دقیقه. ائمه ما علیهم السلام در فرمایشاتشون این نکات رو به ما توجه دادن و در سیرهشون هم این گونه در حال بوده. بحث ما در حالا یک رابطه خاصی بود که کسی بر خلاصه علیه کسی ادعای حقی میکنه. خب اینجا فرمودن که ما چگونه برخورد بکنیم. اینجا گفته میشه یک نفر مدعی، دیگری مدعا علیه، منکر. خب از دو حال خارج نیست. اونی که
حالا بر علیه من ادعایی میکنه، اگر حقه که خب گفتن ما چون فطرت حق طلبی داریم، این فطرت حق طلبی رو زیر پا نذاریم، اون رو دنبال بکنیم، سعی کنیم که برای حق طرف مقابل رو بپذیریم و ادا کنیم و سعی نکنیم که ادعاش رو از راه‌های مختلفی باطل بکنیم، چون از دیدگاه اولیاء دین مسائل اخلاقی یه عمل و عکس العمل داره. درست. اگر انسان در مسیر پا گذاردن روی حق دیگری باشه، خب این حاضر شده که حق خودش هم خلاصه روش پا گذارده بشه. درست. لذا این دیگه بستگی داره به اون حالت انسان و نحوه برخورد انسان. اگر در قول گفتار با او مقابله میکنه، در گفتار با انسان مقابله میشه. اگر در رفتار باشه، در رفتار فرمودن کما تو دینو تو دان، همونطور که جزا بدی جزا داده میشوی. این از سنت های خدای متعاله، منتها دیر و سوز داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. من این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. لذا خدای متعال فرموده که ما حتما به هر حال حق صاحب حق رو میگیریم. در روابط اجتماعی خدای متعال برای افراد مخصوصا بین مؤمنان حقی قائل شده که فرمودن اگه این حق رو ما بپذیریم، در واقع حق الله رو پذیرفتیم، و اگر این حق رو نپذیریم خدا خصم میشه. که حالا این خصم شدن خدای متعال در جای دیگه بیشتر ظهور میکنه، در عالم برزخ یا قیامت. حالا همینجور شو فرمودن اگر من ببینم حق اون رو نپذیرم، من خودم خصم خودم میشم. با این بیانی که هست کرد، یعنی بهانه میدم به دست دیگری با این روش به هر حال نامطلوب اخلاقی که یک امر حقوقی رو زیر پا گذاشتن. این صفت نفسانی، باطل کردن، در افتادن با حق، نپذیرفتن حقی رو ادا نکردن، اون میشه مسئله حقوقی. مسئله حقوقی که شد، فرمودن که سعی کن که خودت بیایی. اگه این نکات رو خودمون توی روابطمون بپذیریم، این به حال دعاوی و محکمه ها و این زد و خورد ها و این بدگویی ها کم میشه. منتها شیطان نمیذاره، انسان هم خودخواهه. این خودخواهی ها همه امر رو به خودش انسان میخواد. لذا این سلطه ها و استکبار ها و استعمار ها و اینها رخ میده. مسئله استعمار فقط برای افراد خاص نیست، فرعون ها و اینها، این در همه انسان ها هست، برای مؤمنان هم پیش میاد که باید مواظبت داشته باشیم و این دستور حق را که خدای متعال فرموده در حقوق بین مؤمنان و بین انسان ها، اینو بپذیرن. این پذیرفتنش این خاضع شدنه در برابر دستور خدا. این خاضع شدن در روابط با یکدیگر، در روابط با یکدیگر انسان اگه خاضع نشه، کسی برای من به نوعی تره خود نمیکنه، اونم به حال تعدی میکنه، طغیان میکنه. اینو فرمودن، اینو پیش بینی کردن. بنابراین این نکته بعدشه. خب این در جایی است که طرف حق میگه، درست، باید ما هم بپذیریم و اگر نپذیریم به توابعش تن بدیم که خلاصه
ممکنه بر علیه هم شکایت بکنه، آبروریزی بکنه و امثال اینها. و وقتی که آبروریزی بشه دیگه نمیتونم جمعش بکنم. وقتی هی میام این طرف اون طرف میزنم چرا آبروم رفته و یک کسی بیاد جمعش بکنه. هی از هم اول حقش ادا کرده بود دیگه. هی میام سراغ دعا. گاهی ما دیدیم افراد میگم بابا خب این رو پذیرفتی، حالا اینو بپذیر. من اشتباه کردم، خیلی خوبه دیگه، دیگران درس میگیرن و خب جبران میشه. این جبران هم میشه ها، منتها انسان غافل دیگه، نمیخواد زیر بار بره. شیطان اینطور بود دیگه. شیطان حق رو پذیرفت که خدا ربه، خدا خالقه، باید در برابر رب خضوع کرد، اما فرمود که به آدم سجده بکن، ندی، اینجا ما قبول ندارم. برای خدا تکلیف معین کرد، انا خیر. خب ما که نمیتونیم برای خدا تکلیف معین. خدا ما رو این گونه آفریده و میگیم که جایگاه ما کجاست، اون جایگاه رو که او قرار داده قرار بدیم. این حقوق به هر حال اجتماعی از این قبیله که خدا قرار داده ما بپذیریم، که اگر من استکبار کردم نسبت به حق یک نفر، در واقع به حق خدا هم استکبار کردم. خب این مال اونجاییست که حق باشه. اگر باطل بود اونجا چی؟ اونجا هم به ما فرمودن این روش رو دنبال بکن، اول با نرمی صحبت بکنی. یعنی طرف یه ادعای باطلی میکنه بله. در مقابل من، بله. حالا من باید چجوری برخورد کنم؟ باید طوری او رو متقاعدش بکنم که بیاد سر عقل بیاد. یه نکته عرض بکنم، عمدتاً دستورات شرع مقدس هم وظایف حقوقی هم مسائل اخلاقیش بر اساس عقلانیته. درست. که عقل رو میخوان بارور بکنن. لذا صفاتی که گفتن نشون بدید برای اینکه این عقلانیته که مخفی شده ظهور بده. لذا فرمودن امام سجاد انسان فرموده رفق داشته باشیم بهش. حالا اگه این رفق و مدارا تأثیر نذاشت اونجا بترسونیمش. به هر حال اگر این ادعات انکار بشه و دنبال بشه به یه توابع سوی برخورد میکنی، هم از جهت مالی هم از جهت آبرویی و امثال، یه ترسی که مناسب با خودش باشه. بعدش هم فرمودن انسان سوگن یاد بکنه، بگید سوگن بخور. در مسائل حقوقی فرمودن البینة للمدعی و الیمین علی من انکر. این اصطلاح فقهیه. اونی که منکره بعد قسم یاد بکنه. و قسم هم یه توابعی داره. اگر قسم دروغ طرف بخوره ممکنه ببره به حسب ظاهر، اما یه خسارت بالایی داره. چون قسم به خدا داره میخوره برای ابطال حق یه مؤمن که خدا فرموده حقش رو باید ادا بکنی. خدایی که خودش حق مطلقه فرموده من در جای حق نشستم، نمیذارم برای حق بندگانم ضایع بشه، انتقام میگیرم. این عنوان منتقم یکیش اینجاست. مخصوصا مؤمنین را که از کردم دیر و زود داره اما سخت و سوز نداره، این رو ما بهش حالی بکنیم. این مرحله به مرحله است. بعدش هم هی این ارتباطات رو فرمودن با لطف و کرامت با طرف برخورد بکنیم، با صحبت‌های بیهوده به هر حال جلسه رو دنبال نکنی، که حرفایی که تأثیر مطلوبی نداره. یه حرفی باشه که در شأن انسان مؤمن باشه، در شأن انسان باشه. لذا ملاحظه می‌کنیم خدای متعال به حضرت موسی و هارون می‌فرماید که وقتی پیش فرعون میری با سخن نرم سخن بگو که این شاید به حال تکون بخوره. اقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی.
خب این مراحل رو فرمودن اگر طرف ادعای باطلی میکنه ما پیش بگیریم که برخوردهای نامطلوب نکنیم که فایده‌ای نداشته باشه و انسان در این برخوردهای نامطلوب سودی نبره، چون وقتی که یه چیزی یک راهکاری داره همون راهکارش رو میریم. در روایت هست که ما خدای متعال فرموده دعای چند نفر رو مستجاب نمیکنه، که عمدتا هم اینه که ما راهکارهایی برای برون رفته از اون مشکل قرار دادیم، شما اون راه رو نرفتی. دقیقاً هی دعا میکنی که خدایا این طلب منو کاری بکن برسونه. خب وقتی که قرض دادی شاهد نگرفتی، خب فرمودن باید شاهد بگیری. بله خیلی ممنونم. آره واقعا همینطوریه. توی خیلی از شرایط این چنینی ما تو زندگی قرار میگیم، یه ذره به اعصاب مسلط باشیم، یه ذره با محبت، یه ذره با نرمی، یه ذره با لطافت، یه ذره به قول تعبیر شما با تبیین، خیلی از این مشکلات هم اول حل میشه، اصلا دیگه به دادگاه کشی هم نمیکشه. حالا انشالله به برکت راهنمایی شما و مثل شما ما تو این مسیر درست بیش از پیش قرار بگیریم. اگه اجازه بدید یه فاصله از دوستانمون بگیریم و برگردیم باز مسائل شما رو میشنویم و استفاده میکنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 5 سوره مبارکه غافر رو پخش کردن آقای حسین زاده. این آیه مضمونش در رابطه با مشرکین و مخالفین دین الهی است که حرفشون اینه که ادعای باطل میکنن تا حق رو نابود بکنن. خب این منطق در جای دیگه هم میاد، در مرافعات و مخاصمات اینها میاد که تا اینجا این بحث رو عرض کردیم. کسی بر علیه انسان یک ادعایی میکنه، ما میشیم مدعا علیه، او میشه مدعی. گفتیم اگر حق گفت باید چجوری باش برخورد کرد، اگر باطل گفت چجوری برخورد کرد، هم از جهت حقوقی و هم از جهت اخلاقی، که ما به هر حال اگر وظایف اخلاقی رو هم مراعات بکنیم به اون نتایج حقوقی خواهیم رسید. نوعا چنینه. همینطوره. حالا گاهی خود انسان بنده یه طلبی دارم از کسی، اینجا چطور چیکار بکنیم؟ فرمودن که اگر انسان خودش حق میگه، واقعا این طلبش طلب حقه، که البته در عمدتاً روابط مالی این مسئله پیش میاد، اما در روابط دیگه هم هست، مسائل خانوادگی، اینها زن و مرد با هم دیگه ادعاهایی دارن. اگر این ادعا حقه باید با زبان خوش به هر حال ما این رو قولوا لهم قولا سدیدا، فرمودن قول سدید، قول محکم بگید. و در روایات است که بهترین چیزی که شما توقع دارید دیگران نسبت به شما بگن، شما همونطور، یعنی خواستن ما خودمون رو جای دیگران بذاریم. یکی از عوامل جذابیت پیامبر همین نرمی و لطافت کلامشون بود که تاثیرگذاریش خیلی بیشتر بود. و ائمه علیهم السلام هم چنینن دیگه. امام باقر علیه السلام، اون یهودی میاد توهین میکنه بقر، حضرت میگن که من باقر هستم. بعد از مراحلی مسلمان میشه. که من میخواستم شما رو از این طریق امتحان کنم، میگم که اون چرا که ادعا میکنید که دین ما دین کاملی است و ابعاد اخلاقی رو در نظر داره، آیا اینطور بوده یا نه؟ و همینطور سایر ائمه علیهم السلام اینطور بودند، با مشکلات مواجه می شدند و اونا حق واقعی بودند دیگه. منتها افراد چیز نمیپذیرفتند، حالا به اندازه خودشون حقشون رو بیان میکردن دیگه. به عنوان مثال زهرای مزدی سلام علیها، اون حق خودش رو بیان کرد، پدک حقش بود با استدلال.
دیگه تندی نکردی. این اصلا جای تندی نبودش. از اون مطهره تندی نمیاد، سخن بد نمیاد. بله، بعد از اینکه با ادله قرآنی مطلب رو ثابت کرد و به حال طرف مقابل مجاب شد، دیگه نتونست جواب بده، تهدید کرد که شما به مشکلاتش به حال میرسید که پا روی حق گذاردید. ما خب این ایام فاطمیه و اینها بوده است، باید از سیره این اولیا بهترین استفاده رو داشته باشیم. این هم یه نکته‌ای که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها بود، چون عمدتاً انسان وقتی که حقی داره طرف مقابل هم یه مقداری سختشه فرمودن بشنوه. لذا باید با نرمی باهاش سخن گفت که اگر پا رو حق بذاری یه نفر یه روزی میاد پا رو حق تو میذاره. همین نکاتی که اول عرض کردیم اینو باید در برخورد بیان میکنه و با رفق، با مدارا فرمودن، با مهلت دادن. حالا اگر فلان روز نشد بدی، با تأخیر بده. از کردم انسان در گرفتن حقش اگر واقعا محق باشه در امور مختلف مجازی، حالا حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، امثال اینا، اما میتونیم عفو هم بکنیم که خیلی خوبه، مگر در جایی که فرمودن واقعا شواهد بر حق بودن خود انسان هست و طرف اگر به حرفش اعتنایی بشه این ظلمش بیشتر میشه، تعدیش بیشتر میشه، که اینجا رو باید ملاحظه کرد که طرف مقابل چجوریه. آیا حالت طغیان داره، طغیانش به یک نفر محدود نمیشه یا محدود میشه؟ این موارد رو باید ملاحظه کرد. در روابط اداری رخ میده دیگه، طرف رئیس اداره است، حق زیر دستش رو پایمال میکنه. خب اینم جایی نداره بره بگه. البته اگر با شواهد و اینها بره بگه در مصادری که اونجا اعتنا میکنن به ادعا، خب باید بره که این مسئله گسترش پیدا نکنه. لذا اینطور به ما فرمودن که وقتی که انسان ادعایی داره، اون ادعاش رو اگر حقه با لطافت بیان بکنه و با سخنان بیهوده اون حق خودش رو به هر حال پایمال نکنه، و اگر هم باطله که دیگه نباید ادامه بده و به توابع ادعای باطل باید تن بده. همونطور که در بحث اول عرض کردیم، غرض این بحث ارتباط مدعی و منکر در هر دو شأنش این مسائل هست، هم مسائل حقوقی هم مسائل اخلاقی، که خاصا این مرافعات با سلامت نفس به هر حال تمام بشه. و هم این با سلامت نفس، هم این که عقلاً من احساسم اینه که برای رسیدن به نتیجه و برای رسیدن به حق مورد نظر استفاده از این روش ها احتمال رسیدن رو خیلی بیشتر میکنه تا استفاده کردن از روش های مخالفش. یعنی این استفاده از این روش خیلی ما رو به اون نتیجه مطلوب نزدیکتر میکنه تا غیر از اون. خیلی ممنونم استاد. ما وقت برنامه‌مون تمام شد متاسفانه. انشاءالله بقیه نکات رو توی برنامه‌های آتی به شرط حیات توفیق یالا کلیات این مرافعات رو، احکام اخلاقیش رو عرض کردیم که به حال تکمیل شد اون مباحث گذشته. انشاءالله ببینیم که مباحث دیگر رو چی روزی مونه انشاءالله روزی ما انشاءالله بشه. محبت دارید میفرمایید و استفاده میکنیم. الان امیری نداریم با شما خدا مخلصیم، محتاج دعای خیرتون. ممنونم، محبت دارید.